إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، برادرای محترم، در کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم علمای اسلام ذکر میکنن که در این کلمه وقتی که یک انسان مسلمان کلمه طیبه را میخوانه، این 7 شرط داره و این لازم است که انسانهای مؤمن این 7 شرط کلمه لا اله الا الله را بفهمن تا ای که تأثیر کلمه در زندگی دنیوی و اخرویشان برشان امو تأثیر کلمه هم برشان حاصل شود و نتایج از را هم به دست آورده بتانن. شرط اول کلمه لا اله الا الله ایره علما میگن که العلم بمعناه الذي تدل علیه. شرط اول کلمه لا اله الا الله ای است که انسان مؤمن باید به معنای کلمه لا اله الا الله علم داشته باشه و علم داشتن به معنای کلمه لا اله الا الله یک فرض اعتقادی هست. یعنی امی قسم که بسیاری امور فرض عملی است که ما و شما او را انجام بدهیم، از نگاه عقیده سر ما فرض است که باید دی علم داشته باشیم. الله متعال در قرآن عظیم الشان در سوره محمد آیت 19 الله متعال می فرماید که فعلم انه لا اله الا الله. اینجا فعلم پس اعلم، علم داشته باش. اعلم یعنی علم داشته باش، علم حاصل بکن. باید علم هزیره بر ازی وقت بیتی تا که لا اله الا الله را معنایش درست بفهمی. پس شرط اول که بالای ما واجب است این علم لا اله الا الله است. شرط اولش. خب آل لا اله الا الله را اگر ما بخوایم بفهمیم که لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این چی معنا میده؟ اول کلمه لا در زبان عربی وقتی که میگه لا به معنای نی یا نخیر یا نیست، نفیره. یعنی انسان مسلمان مؤمن اول عقیده خدا از نفی شروع میکنه. نفی چی؟ نفی اله در زبان عربی وقتی که استعمال میشه به معنای در لغت به معنای معبود است که انسان مؤمنی را بفهمه که اله وقتی استعمال میشه به معنای معبود است. و در اصطلاح برای کس اله میگفتن که 2 خصوصیت میداشته باشه. خصوصیت اول ازی که ذات ازی عبادت میشن. هرگاه در عصر جاهلیت و یا در عصر اسلامی کسی را عبادت میکردن او را اله خود میگفتن. عبادت چی است؟ سجده عبادت است. از دیدگاه اسلام سجده عبادت است، رکوع عبادت است، بلند کردن دست دعا عبادت است، ذبح کردن حیوان یا پرنده عبادت است. و ما و شما بسیار زیاد عبادت ها داریم. ما و شما بسیار زیاد عبادت ها داریم که این عبادت ها اول وقتی که میگیم اله کی است؟ اله کسی که مستحق است که او عبادت شود. و خاصیت دوم اله کی است؟ برای کی اله استعمال میکردن؟ کسی که او بر از اینا
احکام شریعت قوانین تعیین میکرد. چی حلال است؟ ارزش ها را. چی حلال است؟ چی حرام است؟ چی خوب است؟ چی زشت است؟ چی حق است؟ چی باطل است؟ چی جایز است؟ چی ناجایز است؟ این چیزها را که تعیین میکنه اله است. اینال انسان مسلمان اول باید نفی بکنه. چرا؟ به خاطر که در جامعه نظر به ای که مثلا در بین مردم عصر جاهلیت چندین سال ادامه داشت، مردم معبودان مختلفی گرفته بودن، آلهه داشتن. آلهه یک معبود نبود بلکه یک تعداد زیادی از معبودها بودن. از این خاطر انسان مسلمان وقت میخواه که مسلمان باشه و مطابق از این کلمه زندگی کنه، اول باید معبودای باطله چی کنه؟ نفی بکنه. میگه که لا اله، نیست هیچ کس مستحقی ای که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه. هیچ کسی مستحق از این نیست. اول اینا را نفی میکنه، بعد از اون میگه الا الله. اله استثناء هست. استثناء هست که در بین این معبودانی که اینا عبادت میکردن، چون در عصر جاهلیت کسایی بودن که عبادت الله را میکردن، کسانی بودن که عبادت جنها را میکردن، کسانی بودن عبادت بتها را میکردن، کسانی بودن که عبادت چیزای مختلف را میکردن. مثلا در عصر جاهلیت کسایی بودن که تقریبا چند قسم معبودها بود. یک قسم معبودهایی بودن که اینا مثلا نفس خود معبود خود اله خود قرار داده بودن، نفس خود، خواسته های نفسی. بسیاری کسا از قرآن میگه کلمه اله هست که استعمال میکنن. افرأیت من اتخذ الهه. ببین اله، آیا ندیدی کسی را که گرفته هست اله خود هوا، خواسته های نفس خود هوای خود گرفته، یعنی معبود خود نفس خود گرفته، نفسش برش شریعت تعیین میکنه، نفسش برش حلال تعیین میکنه، نفسش برش حرام تعیین میکنه، نفسش برش خوب و زشت و حق و باطل تعیین میکنه. پس در عصر جاهلیت بعضی کسان نفس خود اله خود گرفته بودن، بعضی کسای دیگی بودن که آبا و پدرای خود معبود خود گرفته بودن، کسای دیگی بودن. از این خاطر عمر رضی الله تعالی عنه میگه که امیر اسمان اسلام میگه یکی پای دیگه از بین رفته میره تارهای اسلام، تارهای ریسمان اسلام. این تارها گسسته میشن، از بین میرن. وقتی که یک انسان میخواه اسلام بفهمه جاهلیت نفهمه، با جاهلیت بفهمه که در جاهلیت چی مشکلاتی وجود داشت. یک مشکل عصر جاهلیت که او را به نام عصر جاهلیت، آیا در عصر جاهلیت یهودیا نبودن؟ کتاب یهودیا نبود؟ همین کتاب تحریف شده تورات نبود؟ بلی وجود داشت. آیا نصرانی ها نبودن؟ بلی وجود داشتن. بنان هر کدام از اینا معبود غلطی برای خود اختیار کرده بودن. الله کل از اینا را در قرآن، همین معبودان جاهلیت کلش در قرآن عظیم شان میگه که یک تعداد از اینا پدران خود معبودهای خود قرار داده بودن. الله میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که بر از اینا گفته میشد که شما متابعت بکنید از ما انزل الله، از آنچه که الله نازل کرده، مردمای جاهلیت چی میگفتن؟ قالوا میگفتن بل نتبعوا، بلکه ما متابعت میکنیم ما وجدنا علیه آباءنا، آنچه را که ما یافتیم که در بالای از او پدرای ما بودن. در آیت دیگه میگه ما بل نتبع ما الفینا، الفت گرفتیم، عادت گرفتیم، رواج گرفتیم از کی؟ از پدران و نیاکان ما. پس اینا زشت چی است؟ آنچه که از پدرای ما آمده. حق چی است؟ آنچه که پدرای ما گفته. باطل چی است؟ آنچه که پدرای ما گفته. خوب چی است؟ آنچه که پدرای ما گفته. خراب چی است؟ آنچه که پدرای ما گفته. الله میگه که این مردم ها که هستن، اینا کی هستن یا چی هستن؟ وقتی برشان میگفتن که اتبعوا ما انزل الله، شما متابعت بکنین از کتاب الله و از سنت رسول الله. الله چی نازل کرده؟ الله قرآن نازل کرده، الله سنت نازل کرده، وحی جلی قرآن، وحی خفی احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است.